گروه تلویزیونی مرکز زنجان نیز به ما پیوستند و با هم به سوی شهر حلبچه به راه افتادیم. خدا قوت، شما خسته نباشید. ورود به آن شهری که از فراز دشت در زیر آتش دیده بودیم پای توکل می‌خواهد و دل آشنا با مرگ یقین می‌خواهد. تهور ماجراجویانه شاید بتواند تو را به کام ماجرا بکشاند، اما ماندن و دیر ماندن و پایدار ماندن جز با توکل و یقین به معاد میسر نیست. اولین لشکری که وارد شهر شده است بچه‌های بدر هستند که خود اهل عراقند، تا دنیا بیش از پیش بداند که ما در پی کشورگشایی نیستیم و مگر دنیا نمی‌داند. شیاطین همه مفاهیم را در هم ریختند تا هیچ کس سر از حقیقت در نیاورد. اما ما به فطرت الهی انسان اعتماد داریم و می‌دانیم که پافشاری ما بر حق و عدالت نهایتاً همه چیز را روشن خواهد کرد. این همین جاست که بمبارون کرد جای بمبارونه را کنترل شد. ناتوان و زبون از پیش پای شجاعان دشمن شکنه مصابره بکنید. سلام علیکم.